این همون لپتاپیه که تو همه چی رو داری ولی با قیمت خیلی کم. اندازه پنل 15.6 اینچه. کیفیتش هم فول اچ‌دیه که برای تماشای ویدیو و کارهای روزمره عالیه. معمولا این سری همه با رنگ مشکیش دارن که ما براتون با رنگ نقره‌ای موجود کردیم. پردازندش اینتل i3 نسل 13. اینو کی زده رو رکورد؟ پس بذار بهش بگم که رمش 8 گیگه و SSD M2 512 داره. یعنی ویندوز سری بالا میاد و نرم افزارات بدون دردسر اجرا میشه. وای حاجی صفحه‌ش هم لمسیه. ولی تنها کاری که از دستش بر نمیاد رندر سخت و گیمای سنگینه. اگه دانشجویی یا کارمندی یا یه لپتاپ واسه وبگردی یا کلاسای آنلاین و همچین چیزایی میخوای؟ این لپتاپ میتونه یکی از گزینه‌های ریمیزت باشه.